از نامی فرزند فرزانه این دیار در زندگی، در سیاست، در دنیای محاربه پهلوان از نامی جناب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان автомобиль خیلی هردیم. بچه آقای شما یک ترسکی بزنید که همین آدم آوازه شما احمد وارد میدان شد اشیر برای автомобиль وقت دست خدا خواهد باز مبلغ گذاری بکنید. $100 از نام عطای فرقت در سالمی فردوس حسینوف جلوی автомобиль. $100 دیگر از نام عطای عمر. سلامت باشی مورد بازی. تاجیکستان فردوس نسیم شریف جان پهلوان بیا این شریف پهلوان هست. یک دیگر و یک میتوالله دیگر در نامی شریف جان. غزل پهلوان بودست میگم. غزل هست بزن پهلوان تنی غزل awas. در نام امیرجان پهلوان $500 دیگر علاوه کرده شد. امان‌الله پهلوان همینجا آمدگی باشید، بیا مرحمت اینجا را خوشی کنید. یک دانه شب ما میمونیم در گوشتین امان‌الله پهلوان. امان‌الله سال 2018 در گوشتین برای شاه جایزه اینجا تا شاه جایزه را 5-6 تا الیمپیاد داشت. با جهانگیر مجید رو گرفته بود، یاد داشته باشه و در اینجا جهانگیر غالب اومده بود. حاضر یک دست گوشتین بگیرن بعد از همین پهلوانای با قوت با قدمش که
در میدان این چه روزی مبارک است که ما پهلوانای فدراسیون روسیه را قهرمانای عملی یعنی قهرمانایی که دست میشن در روسیه همین 2021 تاکی نوروزش باید آواز باید همین مخلصی تاجیکی را نشان کنیم فیلم یک تاک از آموزا رفته میکنم خالید ایتی همونجا بود امیر جان پاکمون حاج سلیماشون اعلام میکنه فردوس نسیموف قهرمانی فدراسیون روسیه را شکست داد. یک ترسگیر و صاحب جایزه автомобиль از نام پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف را صاحب گشتند. آفرین. Руслан, огромное спасибо тебе за красивую борьбу, за очень сильные сражения, которые ты проявил здесь и показал очень красивую, хорошую, чистую борьбу. Мы очень рады тебя здесь видеть. Таджикистан и Курят всегда открыты для тебя, и мы всегда будем рады тебя видеть. $200 для тебя подарок за этой красивейшей схватки, брат. Добро пожаловать еще раз. $50 توفا از نام مرکه امروزه ما از نام حکی عبدالمومن